ما گردان بیداری بودیم. قولهم القوة الهجمت على السات العراقي وعلى الخارجيات العراقية أضعافها طبعا الموجودة عراقيين أضعافها عدة ألوية. بعدش يعني معجزة إلهية واقعا معجزه. اوکو اگر میخواد بکشیش بدون عملیات 2 ساعت 3 ساعت طول میکشه تا بکشی بالا. بعد الألغام الموجودة واقعا اگر میبینی مینگذاری با سیم خاردار با همه چیز ما 10 دقیقه تونستیم اون کشیدیم بالا. خورشید ایمان از پس تپه شهید صدر طلوع کرد و آفتاب فتح درخشید. اگر هنوز هم مدعیان اند و در این قله های بلند مجاهدین عراقی را بنگرند که همچون بدریون در رکاب رسول الله به سپاه کفر میتازند، اگرچه برادر و پدر و نزدیکانشان در صفوف دشمن باشند. آنان مصداق الذین آمنوا اشد حبا لله هستند و حب و بغضشان تنها برای خداست. بفرمایید بشینید که یه موقع اذیت نشین. بشینید. اقعد. بله ازشون بپرسین ببین جز نیروهای مجاهدین هست؟ بله. يقول انت من المجاهدين العراقيين؟ بله مجاهدین عراقی. میگه بله من. چند سال اومدین تهران؟ چند سال اومدین ایران؟ ها؟ چند سال اومدن ایران؟ ايش قد صار لك بإيران؟ صار لي 4 سنوات 4 سال ونص تقريبا من سال. چیزی نیست. بله. اینا جز همین نیروهای بسیج عراق هم دیگه بله؟ بله. بسیج عراق بالاتر. بله. همه تقریبا صحبت میکنم به زبان عربی، یعنی فارسی رو میتونم تقریبا. بفرمایید شما. فقط به زبان عربی. شما تو عملیات بودین؟ بله. یه مقدار ممکن است خاطراتتون تو عملیات بگی؟ بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین. بزبان عربی میگم. هر جور دوست دارین بگین. فارسی میخواین عربی میخواین بگین. بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خير الانام محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. احنا المجاهدين العراقيين اللي أتينا إلى هذه الرواقم اللي موجودة أمامكم الآن وحررت بأكملها من الأعلى إلى الاسفل ومن فضل الله سبحانه وتعالى. ما مجاهدین عراقی همانطور که میبینید بر قله این تپه‌هایی هستیم که به فضل خداوند سبحانه و تعالی سراسر از نیروهای حقیق بعثی که با ظلم بر گرده ملت ستمدیده عراق حاکمیت یافتند پاکسازی شده است. ما انشاءالله تحت رهبری حضرت امام خمینی و با نیروی صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه